عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان از اینکه در خدمتتون هستم. خداوند متعال شاکرم. بحثی که امروز که شما در ابتدای برنامه دیدید و قبل از برنامه یک نمود هست. ما نیومدیم اینجا خود فیلم 2012 رو نقد بکنیم. نقد فیلم 2012 بهانه‌ای برای بیان روندی که اینا تحریزی کردن برای آخرالزمان. چون در فیلم 2012 خوب نمود داشته اون رو براتون پخش کردم، وگرنه فیلم های دیگه هم هستش. ترانسپورتر هم همین حالت رو داره. خدمتتون عرض بکنم که سال هاست اینها بر مبنای اون نمادگرایی خاصی که مد نظرتون هست و آگاهی سالی رو به عنوان آخرالزمان مطرح کرده بودن. در پروتکل های 24 گانه یهود مطرح میشه که ما تا یک قرن آینده باید نظم نوین جهانی بر مبنای حاکمیت بنی اسرائیل بر دنیا رو به وجود بیاریم. یعنی ببینید اون موقع هم اینها اعتقاد داشتن که بنی اسرائیل حاکم بر دنیا هست، منتها علنی نشده. نظم نوین جهانی به این معنی که ما شاهد حاکمیت علنی بنی اسرائیل بر دنیا باشیم و یهود. و منظورمون از بنی اسرائیل و یهودیت صهیونیستیه. و الا اون دسته از یهودیان که ما در قرآن هم دیدیم اشاره میکنه که بخشی از اینها اینطور نبودند. وقتی داره مطرح میکنه در مورد فتنه های یهود میگه انتهای آخر مثلا میگه الا قلیلا، بخش اندکی اینها اینطور نبودند. ما دیدیم که عده‌ای از همین یهودی ها میان علیه صهیونیسم شعار میدن. منظورمون صهیونیسم، هر جا داریم از واژه یهود استفاده میکنیم. سال 2007 رو اینا به عنوان آخرالزمان مشخص کردن. و شما مثلا یک کدهایی رو هم دارید، میبینید که از سال 2000 اینها اون پروژه آخرالزمان رقم خورد، اصلا شروع شد، استارت شد. چطور بود؟ از قبل از سال 2000 اینا دنیا رو آماده کرده بودن برای اینکه آقا سال 2000 میخواد فلان اتفاق بیفته، میخواد دنیا وارون بشه، موشک‌های اتمی فعال میشه. خاطرتون هست میگفتن نمیدونم ساعت کامپیوترها به هم میخوره، موشک‌های اتمی فعال میشه، کشور هلند میره زیر آب، بعد ممکنه بر اثر انفجار در ذراتخانه‌ها کره زمین از مدار خارج بشه. یعنی مسئله 2012 تو فیلم 2012 شما دارید میبینید با این عنوان که میخواد دنیا نابود بشه، چیز جدیدی نیست. یه ضرب مسئله ما داریم، ما ایرانی‌ها خیلی قشنگ میگه، عین تمامی این عرایضی که بنده میخوام بگم تو یک جمله توضیح میده. به مرگ بگیرید مردم رو که به درد راضی بشن، به درد بگیرید که به تب راضی بشن. اینا کاری کردن که تو سال 2000 مسیحی‌ها رفته بودن توی کلیسا نشسته بودن، دستار اینطوری گرفته بودن میلرزیدن که میخواد چه اتفاقی بیفته. اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. این رو اومدن از طریق هنر وارد فرهنگم کردن. شما این آقای داریوش خواننده معروف هم میاد سال 2000 سال فلان بهمان میاد میشه آهنگ میخونه. آماده کردن ذهن مردم رو برای این اتفاق. منتها شما میگید هیچ اتفاقی که نیفتاد. چرا افتاد؟ شما متوجه نشدید. یک سال بعدش چی اتفاق افتاد؟ 11 سپتامبر. من و شما رو آماده کرده بودند برای چی؟ برای اینکه کره زمین میخواد نابود بشه. پس ما خیلی هم خوشحال شدیم که کره زمین نابود نشه. دو تا ساختمون خراب شد، به بهانه دو تا ساختمون حمله کردن اینها به چی؟ به دو تا کشور. 1 میلیون کشته تا الان عراق داشته، 100 تا 150 هزار کشته. کچک من و شما هم نگزیده، انگار نه انگار. کل جنگ ما دوستان 8 سال دفاع مقدسمون، با اون 2 سال قبلش که جمع بزنیم جنگ های داخلی ما 300 هزار تا شهید نداشتیم. تلفات جنگ بوده در اثر بمباران، در اثر کشتنها، در اثر تمام کارهایی که اینا انجام بدن. یعنی وقتی شما میای خودتو قرار میدید در یک برنامه‌ای، در یک انتخابی که میخواد کره زمین نابود بشه، این طرف هم که میخواد چرا 2 تا جنگ بشه، خب معلومه راضی هستن به این. چه بسا بگید خدا رو شکر کنید، بگید خدا رو شکر که کره زمین نابود نشه، حالا 2 تا کشور که هیچ ایرادی نداره، بذارید از بین برن، بذارید نابود بشه. جریان 2012 اینه. دارن باز دوباره میگن کره زمین میخواد چیکار بشه؟ نابود بشه. آی نمیدونم یه موشکی میخواد، موشک‌های اتمی فلان بشه. یه نمیدونم یه صلوات نبی بفرمایید. در مورد
سال 2012 هم همینه. یعنی میگن آقا یه ستاره به اسم UB 313 چقدر جالب، پسوندش چیه؟ 313. این شما رو یاد چی میندازه؟ بله، یاران امام زمان. یعنی انفجار رو، نابودی رو داره ارتباط میده خیلی زیرکانه با امام زمان. میخواد برخورد بکنه با زمین، نمیدونم فلان و اما این مواردی که شنیدید و در فیلم دیدید. پس یه کاری بکنن که شب 21 دسامبر سال 2012 همه برن تو کلیساها دوباره چی؟ دست به دامن خدا بشن. کمان که در فیلم هم شما میبینید کلیسا رو نشون میده همه دارن میلرزن. یهودی‌ها رو نشون میده دارن عبادت میکنن، مسلمان‌ها رو نشون میده دور خونه کعبه دارن نماز میخونن. اما آیا این جوابگو اینجا خدا؟ نه خیر. کلیسا رو سر خود همینا خراب میشه. سقف ترک میخوره، میفته پایین، تمام این کشیش‌ها از بین میرن. یعنی این بار حتی خدا هم دیگه نمیتونه نجات بده شما. توی همچین شرایطی یه کاری کنن مردم واقعا 21 دسامبر برن تو کلیسا و همینجا با خدا دست به دامان خدا بشن. اما این اتفاقی نیفتاد. حالا چی میخواد بشه؟ هیچی بابا. یا ایران میخواد یه حمله‌ای بشه، مثلا به سوریه بخواد یه حمله‌ای بشه، بخوان مسجد الاقصی رو خراب بکنن، ایرادی نداره، مشکلی نداره. اصلا چه بس مثلا این اتفاقا بیفته ما خودمون بریم خدا رو شکر که اون یکی نیفتاد. این تز برنامه ایناست. 2007 رو اینا با عنوان آخر زمان مشخص کردن. پس شما می‌پرسید بعد چی شد که نشد؟ جریان از این قراره. پدر آقای جورج بوش پدر معروف دیگه، میاد نام پسر خودش رو تغییر میده، میذاره چی؟ جورج هربرت بوش رو میذاره جورج والکر بوش، که ابجد اسمش بشه چند؟ 666 که عدد شیطانه. و این رو هم اینها دلایل خیلی زیادی برای این وجود داره که این عدد شیطان میدونن، اما یکی از اصلی ترین دلایلش اون بخشی که از باب 18 اشتباه نکنم رویای یوحنا، مکاشفات یوحنا استخراج میکنن که میگه که یک هیولایی از زمین بیرون میاد، از دریا بیرون میاد، نمیدونم 7 سر داره. توی اون باب 18 باب 13 18 آیه است. از آیه 1 تا آیه 18 رو بررسی میکنه. شما دو تا هیولا میبینید. بعد معرفی میکنه که عدد 666 متعلق به کی؟ به همین هیولاه. لذا اون هیولاه چون نماد شیطانه این اومد اینو انتخاب کرد. جالب اینجاست در یکی از آیات اینجا ما داریم نکته خیلی عجیبیه، دقت بفرمایید. میگه که عدد 666 کدیه که شما اگه اونو نداشته باشی، میگه اگر نام عدد وحش را نداشته باشی، اسم عدد و حیوان وحش را نداشته باشی، یعنی همون 666 نمیتونی شما هیچ کالایی رو خرید بکنی. ما امروز میبینیم که روی بارکد تمامی کالاهای این اومدن 666 چیکار کردن؟ مخفی کردن. تمامی بارکدهای کالا رو ما میبینیم که با 2 خط موازی شروع، 2 خط موازی تمام و 2 خط موازی هم وسطشون، و معمولا یک مقدار بلندترن این 2 خط به خاطر اینکه تشخیص داده بشه و اون توی این سیستم شناسه گذاری روی کالاها معرف عدد 666. برای این مبنی رو برنامه‌ریزیشون کردن. ببینید من کاری ندارم مکاشفات یوحنا راسته یا دروغه، اما این برای ما یه نکته خیلی مهمه که چقدر برای اینا اون منابع دینیشون با ارزشه. ما کی اومدیم بر مبنای منابع دینیمون بیایم نمادگرایی بکنیم، نماد شناسی بکنیم؟ هیچ وقت. اصلا بلد نیستیم این کارو. میاد اسم پسرش رو میذاره جورج والکر بوش که بشه ابجد 666. بعد اعلام میکنه پسر من همان دیکتاتور آخرالزمان است که 7 سال حکومت خواهد کرد. جورج بوش سال 2000 به حکومت میرسه. 7 سال بگذره میشه سال چند؟ 2007. خب آقا پس چرا نشد؟ شد عزیزم. 2006 اینا اومدن چیکار کردن؟ یه جنگی رو شروع کردن. با کجا؟ با حزب الله لبنان. قرار بر این شد اول حزب الله رو بزنن. حزب الله سنگر ماست. اگر بخوایم خیلی بد و کثیف به این ماجرا نگاه بکنیم، بگیم اصلا میتونیم بگیم حزب الله ضمانت امنیتی ماست امروز. و اینهایی که میگن چرا داریم پول خرج حزب الله میکنیم، مگه فکر میکنید چقدر دارن پول میدن؟ چه خرجی، چه هزینه‌ای دارن میکنن؟ وقتی سید حسن نصرالله میاد میگه نحن محافظات الجمهوریه، ما استانی از استان جمهوری اسلامی هستیم، واسه اونها کد داره. نمیتونه مستقیم بیاد ایرانو بزنه تا موقعی که حزب الله لبنان هست، تا جریان حماس در غزه حاکمه. شمشیری که جمهوری اسلامی ایران گذاشته بیخ گردن اسرائیل. تو جنگ 2006 اینا شکست مفتضحانه میخورن.
آرزوشون بر اینه که بتونن با ادامه دادن جنگ و فرسایشی کردن جنگ کمر حزب الله رو بشکنن. فرسایشی کردن جنگ به نفع کی تموم میشه؟ حزب الله. مهاجرت معکوس در اسرائیل شروع میشه. بنده در همون بره خودم با یک استاد دانشگاه تل‌آویو در محیط اینترنت چت میکردم. این چت روما جای خوب تری هم داره که شما میتونید برید. بخش ریلیژن مذاهب، قسمت جویش یهودیان اگه برید، من داشتم باشون چت میکردم. خیلی حرف قابل تأملی به من زد. ایشون خب فقط توهین میکرد به رئیس جمهور ما. میگه ما هر چی میکشیم از احمدی نژاد اصلا من بتونم بهتون بگم که 90% جملاتش با یک فحش به آقای احمدی نژاد شروع میشه. بعد میگفتم برای چی؟ میگفت شما به این حزب الله موشک میدید. اگه نمیدیدین که اینا جرئت نمیکردن جلوی ما بایستن. حالا فکر کنید این کسی بود که به خاطر حملات موشکی حزب الله فرار کرده بود، رفته بود، خاطرم نیست، نیوجرسی یا نیویورک، الان حضور ذهن ندارم. بعد من گفتم من فقط یه سوال از شما دارم. من گفتم شما بکشید عیبی نداره، حالا یه نفر اومده از خودش داره دفاع میکنه ایراد داره. قبول نمیکرد. حتی جالب اینجاست فقط تایپ میکرد، اصلا جواب منو نمیداد. من نمیگفتم اجازه بدید یه لحظه بذار من یه سوال ازتون بپرسم. وقتی اجازه دادم این سوال ازش پرسیدم چطوره که توی این دنیا شما میتونی به خدا شک بکنی، به پیامبر شک بکنی، فیلم بسازی خدا رو تو عرش نشون بدی، جبرئیل و اسرائیل و میکائیل رو مسخره بکنی، تجسم بهشون بدی و بدترین حالات، کاریکاتور بکشی واسه پیامبر، کتاب آیات شیطانی بنویسی، هیچ کس حق نداره برخورد بکنه ها، اگه برخورد بکنه ضد حقوق بشر حساب میشه و محسوب میشه.